ویدیوی ما را میبینن و یا گفتار ما را میشنون، عرض ادب و احترام خدمت شما تقدیم میدارم با امید این که از گزند روزگار در امن الهی بوده باشید و با فامیلای محترمتان در پناه و عصمت الهی باشید. عزیزان مهربان، خواستم که یک موضوع را خدمت شما ارائه بدارم. همین لحظه من در شهر فرانکفورت در جای قرار دارم. شما میبینید که تعمیرهای مقبول مجلل روشن و کسانی از مردمان در آن زندگی میکنند، در عیش و نوش هستند، راحت هستند و از نگاه مادی ضمانت شدند، یعنی مادیاتشان مکمل است. من حیث یک مسلمان رسالت و وظیفه خود این را دانستم که پیام برای شما عزیزان برسانم که وطن ما شما فعلا و مردم ما شما فعلا ضرورت دارند و یک لقمه نانی و یک سرپناهی برای یک کمک چیز ناچیزی از ما شما، که اگر ما مسئولیت خود را در قبال ایشان ادا بکنیم، انشاءالله که الله متعال از ما شما راضی خواهد شد. وطن در گرفت، وطن سوخت، وطن در ظرف 40 سال اقتصادش پایان رفت. مردمان ما بیچاره هیچ چیز ندارند. حتی شما میبینید از طریق دنیای مجازی فیلم هایشان را میبینید که اولاد وطن ما شما یتیم شده، یک بوت ندارد در پای خود بکند. در امی ماهای زمستان، در امی سردی هوا، یک جمپر ندارد در جان خود بکنه. پایش لچ است، بیچاره میره پلاستیک بفروشه. مادرش نان نداره، سرپناهی ندارن، در خیمه ها زندگی میکنن. بیوزنانی که ناموس وطن ما شما که پدرانشان، شوهرانشان از عزت ما دفاع کرد، امروز روز اولادش نان خوردن خود را ندارد و یا خانم بیویش دست به گدایی پیش کرده. پس رسالت من تو مسلمان که در اروپا زندگی میکنیم، در امریکا زندگی میکنیم و یا در کانادا و ممالک دیگر زندگی میکنیم، رسالت ما شما چیست؟ رسالت ما شما امین است که امو مسئولیت انسانی خود را و اسلامی خود را که الله متعال برای ما شما فرموده که بنی آدم اعضای یکدیگرند، چو عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو گر منت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهد آدمی. شما باید کمک را که قدم میتانیم، امو مادیات را که الله متعال برای ما شما داده که در حقیقت همه چیز صاحبش الله است، برای ما شما داده، از امو یک لقمه به دیگران بدیم و مسئولیت ما شماست و این کار نیک است و امیست که ما شما را، امی یک دوروپیست که ما شما را در آخرت پهلوی دیگه اعمال صالحی که داریم از عذاب الهی نجات میده. اگر شما در حدیث شریف مطالعه نکردید و نشنیدید که الله متعال میفرماید از طریق پیامبر خویش که مگر بنده عیادت من نیامدی، باز بنده میگه یا الله تو خو مریض نمیشی، تو خو رب هستی. میگه اگر تو یک مریض را عیادت میکردی اموج مرا میافتی. و یا میگه که بنده ما گرسنه بودم تو مرا نان ندادی. الله بنده میپرسه که یا الله تو خو گرسنه نمیشی؟ گفت تو اگر یک شکم گرسنه را سیر میکردی اموج مرا میافتی و همچنان اگر آب میدادی اموج مرا میافتی. پس از این که در عزت دیگر در کجا میباشه که در اسلام ما شماست. عزت اگر میخوایم در اسلام است، عزت اگر میخوایم در تطبیق اوامر الهی است. کمک خود را بکنین عزیزان گرامی با مردم بیچاره و بی‌بضاعت ما. شما میبینید که دیگران در عیش و نوش هستند، دیگران زندگی دنیایی خود را جور کردن ولی نمیخواین که امو حالت مردم بیچاره ما بهتر شود. پس مسئولیت ما شما هستند. مسئولیت ما شما می باشد که ما افغان هایی که در خارج از وطن زندگی میکنیم، خدا کنه هر تعدادی که باشیم، یک مثال براتون میتونم. اگر در آلمان گیریم که ما 1 لک یا 2 لک افغان باشه، اگر هر فرد افغان در ماهی 5 یورو علیده بانه به خاطر کمک به مردم بیچاره، شما ببینید که چند میلیون میشه. طبعا که مسئولیت یک دولت است که رعیت خود را در آسایش ببینه و یا کمک بکنه برشان، زمین کاروبار مهیا بسازه، ولی ما هم من حیث یک مسلمان مسئولیت خود را داریم. پس عزیزان گران قدر و مهربان، و خواستم برای شما بیان بدارم که لله الحمد به کمک بعضی برادران و خواهرانی که الله متعال ازشان راضی باشه، ما یک بنیاد خیری را ایجاد کردیم که وظیفه ما صرف کمک ها از جا گرفتن به اوج دادن است. الله را شکرگزار هستیم که ما 1 روپیه خیانت نمی کنیم.
الحمدلله الله یک چیز ناچیز برای ما شما در این دنیا داده. هر کسی که از شما عزیزان میخواد کمک بکنه، نمبر پیپال ما در زیر می ویدیو نوشته میشه، نمبر تلفن نوشته میشه و ایمیل آدرس شاید هم گنجانیده شود. شما لطف کنین کمک های خود را بکنین. ماه زمستان است و رمضان در پیش است. شما میتونین که از طریق پیپال، از طریق کمک های نقدی و یا شناختی که دارین در شهر فرانکفورت ما زندگی میکنیم، شما میتونین که از طریق نمبر تلفن و یا از این نمره پیپال که در این ویدیو گنجانیده میشه کمک خود را ارسال بدارید. الله از شما راضی باشه. پروردگار عالم در دنیا و آخرت، یک در دنیا و 100 در آخرت براتان بده. تشویش نکنین که ما به این 10 روپیه 5 روپیه کسی انشالله که غریب نمیشه و کسی و 5 روپیه و 10 روپیه را دزدی نمیکنه. مطمئن باشین که 100% سنت امی کمک شما میکنین به فقرا و مساکین میرسه و ویدیوش گرفته میشه و نامتان، حتی کسایی که میخواین که نامشان گرفته شه، نامای شما میگیریم و برشان دعا میکنیم و سند برشان دوباره میدیم. پس شما مسئولیت انسانی و ایمانی خود را در قبال مردم بیچاره ما شما ادا بکنید. وقتتان زیاد نمیگیرم و در اخیر خواهشی که داشتم از شما عزیزان گرانقدر و مهربان این است که لطف نموده کانال یوتیوب ما را تعقیب و دنبال نموده و امی کانال یوتیوب را به دیگران هم به نشر برسانید که شامل صدقه جاریه خواهید شد و بسیاری از عزیزان از فعالیت‌های امی بنیاد خیریه آگاهی پیدا می‌کنند. انشالله که کانال یوتیوب ما را دنبال نموده و به دیگران به نشر برسانید. الله متعال برایتان اجر فراوان عنایت بفرماید. موفق و کامگار باشین. السلام علیکم و رحمت الله.